الحمد لله وحده و صلات و سلام علی نبی بعده. اما بعد، برادران عزیز، خواهران عزیز، صحبت را با دقت گوش کنید و دو بیار و دوستان خود تقسیم کنید. شاید که بسیار از برادران و خواهران این حیله و نیرنگی که امروز بعضی انسان‌های از خدا بخبر این را رونق داده‌اند، اونها آگاهی نداشته باشند. چند روز پیش یک برادر به من یک نوار کوتاه روان کرد از اون یک برادری که بسیار کارهای هزل و شوخی میکند به نام تشریف. اونها قمار را به یک طریق فریب، به یک طریق نیرنگ که ما مردم را به حج روان میکنیم، مردم را کمک میکنیم، بلیط ها تیار کردن که بارها برادرها درباره قمار صحبت کردن که حرام است. اونها به این یک طریق فریب میخواهند مردم را در دام خود چکار کنند؟ گرفتار کنند. عزیزان دل، من کتاب در پیش دارم، کتاب حلال و حرام از فقیه امت که حیات است، شیخ قرضاوی حفظه الله است. این حضرت بسیار این مسئله را با تفصیلات بیان میکند. با دقت گوش کنید. شاید که بعضی برادرها، بعضی خواهرها از ما ناراحت شوند، از ما رنجور شوند. هرچی میگم برادران عزیز به خاطر الله میگم. از ما یک گفتن است، شاید فردای قیامت ما در نزد الله جوابگو باشیم. ما سخن حق را بیان میکنیم و حوالش را به سوی الله میکنیم تا که شما بفهمید و عمل کرده خوش به حال تو، عمل نکرده وای بر حال تو. در این باره شیخ قرضاوی رحمت الله علیه میگوید هر چیزی را که مقدمش الله متعال حرام کرده است، انسان ها نمیتونن به هر حیله و نیرنگ او را چکار کنند؟ حلال کنند. به خاطر که یک حدیث را در اینجا میارد امام احمد رحمت الله علیه، این حدیث میارد که میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت لیستحیلن طائفة من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها. یعنی گفت یک طایفه از امت من نام دیگر بر همین شراب، یعنی بر همین عرق می نهند و بعد این وسیله اون را چکار میکنند؟ به خود حلال می نامند. یعنی همین عرقی که امروز امت اسلام او را بعض استفاده میبرند، همین عرق پیامبر گفت که یک زمان میآید که همین امت من یک نام دیگر به او می نهند، او را چکار میکنند؟ او را به خود حلال میکنند، میخورند او را. نعوذ بالله. بعض برادرای را من دیدم و شنیدم که میگویند این آوی گندم است، یا این از همین انگور تیار میشود، انگور در حالی که تو میخوری، این همین گندم تیار میشود که گندم تو خودت میخوری. گفته همین عرق نامهای دیگر میمونند و خودشو حلال میگردونند و ایرا چکار میکنند؟ استفاده میبرند. به این طریق هم این ریبا را امروز بعضی این انسان‌های از خدا بخبر چکار کردن؟ میگویند که ما این کنکورس هایی که میکنیم، این پول هایی که جمع میکنیم، بعضی هاش در همون بیناشون بلیط هایی دارن که مردم حج میروند، مردم کمبغل و ایلو دیگر فند و فریب ها. باز میگم برادران اهل اسلام، هر چیزی را که الله و پیغمبر او را حرام قرار داد، ما مردم عادی و جاهل و بی سواد به هر حیله و نیرنگ نمیتونیم او را چکار کنیم؟ حلال کنیم. همچنان یک حدیث را ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه در کتاب خود در جلد 1 این حدیث میارد. حدیث بسیار مفصل است. میگوید که در این حدیث لا ترتکبوا ما ارتکب الیهود و تستحیل محارم الله بادنى الحیل. یعنی که پیامبر در این حدیث گفته بود است که مرتکب گناهان نشوید که قوم یهود مرتکب میشدند، چون آنها با کوچکترین دسیسه حیله ها حرام را حلال میکردند. یعنی پیامبر هم در این حدیث من شما را چکار میکنه؟ معن میکند
میگوید مرتکب گناهایی نشوید که اونچنانه که یهودی‌ها مرتکب شدن. یهودی‌ها بعضی چیزایی را که الله متعال در تورات موسی بر اونها حرام کرده بود، با یک حیله و نیرنگ او را به خود چکار میکردن؟ حلال میکردن. اینم در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من شما را چکار میکنه؟ نهی میکنه از این. همچنان در یک حدیث دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میارد، این حدیث هم ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه آورده است و دیگر محدثان را میارند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که یاتی علی الناس زمانون، یک زمان بر هم بالای امتی من میآید که استحیلون الربا به اسم البیع، حلال میگردونن همین ریبا رو، همین پرسنت به اسم بیع، یعنی به اسم خرید و فروش. امروز انسان هایی که پرسنت میتن، ریبا میخرن، همین را نامشه میگوید ما یک بیزنس ای هیچی با او پرسنت دخالت نداره، همین نام ها را به بلوش میمونن، در حالی که ریبا هسته. مثل این قماری که امروز این مردم جاهلی به سواد فهم میکنن، اینها چکار میکنن؟ بر راه فند و فریب به خود بگیم که مبلغ به دست میارن. به همین خاطر عزیزان دل در اینجا دلیل ها زیاد هستند از این شیخ قرضاوی آورده است، الله نگهش بداره. لکن از همه شما خواهش میکنم عزیزان دل، بارها گفتم چیزی را که الله و پیغمبر حرام گفته است او را ما مردم عادی و جاهل نمیتونیم حلال کنیم، مگر فقها و محدثا و سلف صالح کدام چیزایی را که در حالت ضرورات بیان کردن یا قرآن و سنت بیان کرده است اونها حق دارن، من و شما حق نداریم. الله متعال من و شما را توفیق بدهد که از این حیله و نیرنگ این مردم جاهل به سواد چکار کنیم؟ دور باشیم. آمین.